سلام دوستان، اومدیم امروز در مورد اینکه چرا پینگمون در اکثر اوقات در بازی پابجی خرابه رو امروز بگیم. دوستان قبل اینکه شروع کنیم لطفا اگه مشکل نداره سابسکرایب کنید و لایک و همینطور کامنت هم بذارید. خب بچه شروع کنیم. بعضی وقتا مسافت زیادمون تا سروره، مثلا چی؟ شما یه دی سرور آمریکا میذارید. خب آمریکا حالا سروری از جامون دوره. خب این یکی از مشکلاته. چرا؟ چون وقتی شما وصل کردن میذارین اون سروری که تا اونجاست خب بالاخره با یه پینگی رو رد و بدل کنه دیگه، اون دوره، یعنی برای همین پینگ میاد بالا و شما برای اینکه اینو درست کنید باید سرورهای نزدیکتر متصل شید. چه سرورهایی؟ سرورهایی مثل ترکیه، مثل حالا کویت، مثل امارات ترکیه میتونن خیلی خوب باشن. برای این کار ما توی چنلمون یه ویدیو میذاریم در مورد سرور ترکیه، لطفا اونم نگاه کنید. خب اینه. مشکل دوم ترافیک شبکه خانگی. شما به وای فای وصلید. خب وقتی به وای فای وصلید ممکنه توی خونه باشید که چند نفر به اون وای فایمون وصل باشند. حالا به اون وصلن دارن دانلود میکنن، حالا به اون وصلن ممکنه همونان داشتن گیم میزنن یا اینستاگرام نگاه میکنن یا یوتیوب نگاه میکنن. خب این پینگ شما رو میبره بالا. شما باید چیکار کنید؟ مثلا حالا یه شبکه‌ای دارید، باید موقعی که شما گیم میزنید باید تعداد افرادی که به اون شبکه وصلن و بیارید پایین‌تر. مثلا یه نفر یا دو نفر دیگه آخر، دو سه نفر آخرش. و ممکن تو یه نفر 4 نفر، هر 4 نفر هر 5 نفر وصل باشن. همون دو نفرن ممکنه که یکی شما یکی یه نفر دیگه ممکنه مشکل ساز باشه. اکثر اوقات اکثر افراد یه نفرن. خب شما باید یه سرور شخصی داشته باشید یه نفر باشه. این بود. مشکل دوم اختلاف داخل سروره. اختلاف داخل سرور یعنی مشکل از خود اون گیمه، مشکل از خود پابجیه که بعضی وقتا حالا سرورها شلوغ میشه، حالا سرورها شلوغ میشه، هنگ میکنه خود بازی و اینه. روشن اینه شما مثلا بیان بیرون ببندید یه چند وقت دیگه، چند ساعتی، حالا یه نصف روز مثلا بازی نکنید، ممکنه خودش خوب باشه. این از این. و مشکل چهارمونن مشکل اتصال ناپایدار اینترنته. یعنی اینترنت شما مثلا خوب نباشه، مثلا ناپایدار باشه، کم و زیاد بشه. وصل شدن اینترنت یا کم شدن سرعت آن. راه حلش چیه؟ استفاده از اینترنت سیمی. یعنی به طور سیمی یه مودمی داشته باشید که به طور سیمی به تلفن شما وصل بشه، یا حتی با کامپیوتر بازی میکنید، هر چی بازی میکنید اون به طور سیمی ربط داشته باشه، حالا لپتاپ، حالا هر چی. خب این سرعت اینترنت رو میبره بالاتر. یا بعضی موقعات میتونید اون شبکه‌ای که به اون وصلین و اون دستگاه یا وای فای هر چی هست بردارید اون رو ارتقا بدین. خب ارتقا بدین میتونه خیلی بهتر باشه. پس چی؟ باید به طور غیر سیمی زیاد متصل نباشه که سرعت خورده کمتر میاد. سیمی حالا شاید مثلا قدیمی تر باشه ولی سرعت اون اصلی رو به شما انتقال میده. یه مثلا بخوام بزنم، مثلا میشه گفت شما وقتی مثلا با هندزفری بلوتوثی مثلا دارید بازی میکنید صدای خورده دیرتر میرسه تا نسبت به هندزفری سیمی. این یک مثالی بود که اکثر گیمران از هندزفری سیمی استفاده میکنن. زیاد وارد موضوعات دیگه نشیم. موضوعات ما همین بود که باید به طور سیمی وصلین و اون سرور رو ارتقا بدین. دوستان اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و همینطور کامنت بذارید. ممنونم ازتون. فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.